خب میخوام راجع برم چیزای مهم صحبت کنم. تو مریضی، به خدا مریضی. یه ذره فکر بکن، از اولی که نشستی پارازیت دادی هیچ کدوم کار نکرده. میدونم شوهرت بدبخت خجالت آب شد از وقتی اومدی. این مادر زن توه؟ اینقدر دلم برات سوخت. واقعا دختر شماست این؟ خیلی خوشگله. به خوشگلی میصرفه بایشون یه جوری کنار بیاد. یه خواهشی ازت بکنم برای سلامتیت میگم مهاجرت کن یه شهر دیگه. دوری و دوستی. اسم شما چیه عزیزم؟ سر حالا فیلم نگیریم، مثلا فکر کنم یه وقتی ممکنه یه جوری دیگه تمام بشه تو شاید نخواه اینه تو فیلم باشه. من یه وقتا یه چیزی میگم دیگه، اون وقت با خودت میدونی.